السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیونی سخ در سوی با شما جهانگیر صابر. در نتیجه اعتبار و غمخواری های رهبر دولت سالهای آخر در ناحیه سخ نیز مورد استفاده قرار گرفتن ابیکت های اجتماعی خیلی اوج گرفت و امروز در جمعی شهروندان محله گلستان باغچه زمانوی به استفاده سپاریده شد. حالا در همین خصوص از روزهای اول از فعالیت تا به امروز در رسولیکمان در راه آبادی و آبادانی در راه بسیار زیبا کردن وطن بسیار کارهای بزرگ و بازارها برابر کرده شدند و البته امروز چون این آبادی ها رو ببینید با قوه بنیادکارانه خلق ازبکستان و قوه بنیادکارانه خلق این کشوری بسیار زیبا احسن نگفته نیامدیم. تمام همین کارها، تمام همین آبادی ها، تمام همین دیگرگونی ها در زیر اعتبار و غمخواری حکومت رسولی که به خود سرور دولت با عمل برآورده می شود و امروز این اعتبار و این غمخواری را خلق ناحیه سوخ در خود می بینند و دائما حس می کنند. و بینندگان عزیز، در ناحیه‌مان امروز باز یک پدیده نوی آبادسازی، پدیده نوی آبادی، پدیده نوی استقلالیت به عمل آمد و در محله پیدرگان باغچه نو تشکیل که رقم هفتم می باشد ساخته شده و الکی به استفاده سپرده می شود و حالا ما در عرفه به استفاده سپاری همین باغچه بچگانه یعنی کودکستان محله پیدرگان قرار داریم و امروز به اینجا صدها نفر فرزندانی اهل این محله جلب کرده می شوند و در گروه ها با آنها مربیان درباره استقلالیت، درباره همین غمخواری های وطن، درباره آبادی ها، درباره اعتبار البته درس می گویند و سبق می آموزند. و امروز برای با استفاده دادن همین باغچه به ناحیه‌مان از مرکز ولایت ما مهمانان تشریف آوردند و با اشتراک آنها در اینجا مراسم تقدیمات باغچه مذکور برگزار می‌گردد. و بینندگان عزیز چون می‌بینید همین گونه خانه‌های خوشاب و هوا، همین گونه شرایط‌ها را هر یک ما که البته از استقلالیت پیشتر تولد شدیم هوس میکردیم. از روزی که در ازبکستان وزارت تعلیم تا مکتبی تشکیل شده به فعالیت آغاز کرد وقتی زیاد نشده است، ولی در این مدت بسیار کوتاه تاریخی در دولت ما بسیار کارهای به چشم نمایی آن کرده شدند. مسکن اساسی تربیت این عائله باشد، باغچه بعد عائله موقع ثانی را اشغال میکند و نسل نورس با کلمه های وطن، مادر، استقلالیت، حرمت و عزت، اعتبار و اعتراف، وطندوستی و مهمپرستی محض از همین درگاه آشنایی پیدا میکند. دقت و اعتباری که از جانب پرزیدنت به این ساحه ظاهر میگردد بسیار بزرگ است و این در مقیاس جهان اهمیت مخصوص دارد. خود همین سال در ناحیه ما 5 عدد مؤسسه تعلیمی تا مکتبی نو و زمانوی که پورا از نو ساخته شد الکی به اختیار نسل نورسی کمالات استفاده داده شده و امروز فرزندان ما در همین کاشانه‌های زمانوی تربیت میگیرند از مربیه‌هایشان. کودکستان رقم هفتم نیز از جمله چنین مؤسسه هاست. چون می‌بینید این مؤسسه در قطار آن کاشانه‌هایی است که با دیدنش چشم سیر نمی‌گردد و این همه زیبایی به خلق ما به فرزندان ما اهدا کرده شده ایستاده است. اکنون در اینجا بچگان تربیت می‌گیرند که تا دیروز جای بازیشان کوچه و گذرهای افلاس بود. این همه شرایط، این همه اعتبار به بچگان ما به نسل نورس ناحیه داده می شود. امروز ناحیه پیراهن ایدانه به بر کرده بود، چون که در دو حدود، در دو طرف سوخمرز، در دو محله دو عدد کودکستان نو زمانوی ساخته به استفاده سپاریده شد. در مراسم تقدیمات این مؤسسه های تعلیم تا مکتبی جانشین حاکم ولایت، رئیس کمیته زنان و دختران ولایت فرغانه دلافروز قاسمی و حاکم ناحیه فرخ اوسرف و دیگر رهبران کارگاه و تشکیلات ها، نمایندگان جماعتی و اهل محله ها شرکت ورزیدند. در محله گلستان بعد بریدن لند رمزی این مؤسسه بخشیده به مراسم به استفاده سپاری تدبیر متنتن برگزار گردید. آنهایی که در این تدبیر متنتن به سخن برآمدند پیش از همه عاید تا چه اندازه بزرگ و کلان بودن دقت و اعتبار پرزیدنت مملکت به ناحیه و عموما غمخوار نسبت آینده نسل نورس کمال یافته ایستاده اولاد برکمال، ساختمان مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی زمانوی و سپردن آنها به اختیار اولادان برکمال امروزه حرف زدند و قید نمودند که جواباً به این همه غمخواری از صدق دل در راه تربیت نسل نورس کار و مهنت میکنند. سپس در رخت تدبیر به ساختمانچیان و بیناکاران تحفه و مکافات‌ها و اهداها تقدیم کرده شد. ناگفته نماند که این اهداهای قیمتناک را ساختمانچیان از حاکم ناحیه و مهمانان قبول کرده گرفتند.
باید حمیدالله قید نماییم و نگفته نماند که برای ساختمان این کودکستان قریب 2.5 میلیارد سوم مبلغ مصرف کرده شده است. مؤسسه در بسیار جای زیبا و فسونکار طبیعت ناتکرار سوق جای گرفته است. همچون رمزی منتداری بچگان نیز آن روز برآمد کردند. در برآمد بچگان مهر مادر، مهر امروزه پرزیدنت به بچگان، استقلالیت، وطن دوستی و میهن پرستی و البته تمام ارزش‌های بزرگ استقلالیت ترنم کرده شدند. بچگان در حقیقت بچگان خوشبختی زمان و از اولادان نورس این زمانی زیبا بودن شده در برآمدهای خود اثبات کردند. در هوای سروده‌های زیبا و قشنگ رقص کردند و بازی کردند. شعرهای آنها به دل همگان نقش خوب باقی گذاشت، چون که آنها وطن را با لحن زیبای کودکانه این روز ترنم کردند. تربیت فرزند بینهایت مهم است. امروز خوب با تربیت فرزند خصوصا بچه‌ها اعتبار بینهایت جدی داده شده است. ما امروز خوب که در ناحیه دهه دوردستی ناحیه سوخمان در دهه گلستان یک بنیای نو دوآشیانه زمانوی قد راست کرد که از این همه سرفرازند. شادی خرسندی خردککان حد کنار ندارد. البته با این نه تنها خردککان بلکه پدر مادران آنها نیز از این بینهایت فرهمندند. من از این باغچه امروزی که کشاده شده است بینهایت سرفرازم با سروران دولت، راهبران دولت منتداری خویش را اظهار عقیده میکنم. البته منتدار ما البته پدر مادران با این غمخواری حکومتمان. البته نجام وطن کبی آنا بیتر دنیادا برچه فرزندlar üçün ana mehri ziyoda. Siz benim sabahım intizarım paspanım yagona mehribanım anacanım anacan ya uyum o'zingiz mehri tilak o'zingiz bo'lday shirin sizingiz anacanım anacan. Tağımızga bir qaray tog'lardi ray baray o'tga beradi chiroy tepasida hiloy oy bir tabada paxtazoy quyosh nuri sochadi abudayro sudayro chaqoqiz bosadi o'rtasida humoqush bizga batlaydi O'zbekiston nomini jahon ishlatadi. Bu dunyoda vatanlar ko'p, barchasida yashnaydilar, barchasida yaynaydilar. Mening uchun aziz ustoz O'zbekiston, O'zbekiston chollar ezgu yo'llar meni, ajdodlarim qo'llar meni. Bu vatanda egmasman bosh, bu vatanda tugmasman yosh. اگر با من دوست شدن خواهید به باغچه اعتبار دهید گفتن سرور دولت به سبب نیست و در ضمیر این سخنان جهان معنی می‌خوابد. واقعا آینده از باغچه آغاز می‌یابد. به همین خاطر در مملکت ما برای تعلیم و تربیت نسل نورس برای شرایط‌های فراهم آوردن در مؤسسه‌های تا مکتبی اعتبار جدی داده می‌شود. در جماع شهروندان محله دهویران انیخترش در محله اونبره باز یک باغچه زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. لوحه نوبتیمان در همین خصوص. محله اونبره در پای کوههای سرفلک سوخمرز در ساحل دریای سوخ رود شوخ جای گرفته است و مردم این محل نیز با مهمان دوستی و مهمان نوازی و میل دوستی خود در ناحیه نام و شهرت زیاد پیدا کردند و البته بینندگان عزیز امروز برای اهل اونبره و دیویران عید بالای عید است توی بالای توی، چون که در اینجا با عوض اعتبار و غمخواری حکومت و خود سرور دولت کودکستان رقم 16 هم پر را از نو ساخته به استفاده سپرده شد. جماعت شهروندان محله دیویران نیز چون گفتیم در بسیار جای زیبا و شنام و در آغوش طبیعت به خود خاص ناحیه زیبا منظرمان جای گرفته و با زیبایی خود در ناحیه موقع مناسب دارد. در این جماعت شهروندان دو محله اونبره و دیویران جایگیر بوده اهل ده نیز دائما کمربسته کار و مهنتند. این مؤسسه تا مکتبی نو زمانوی که حالا دیده استادید در محله اونبره قد افراخته و امروز به استفاده سپاریده شد. گروه مهمانان تحت رهبری حاکم ناحیه به این محله به مقصد تقدیمات کودکستان تشریف آوردند و با پذیرایی به خود خاص اهل محله مهمانان را استقبال کردند. این بینای زمانوی با حشم در حدود محله اونبره چون گفتیم جای گرفته است. از آن حال تباهی که کودکستان اولین این محله داشت شما بینندگان عزیز به خوبی با خبر هستید. به تعبیر امروز آرزوی دیرین اهل این حدود جامعه عمل پوشید. نسیم بازسازی امروز مشام اهل این حدود را نیز با بوی عطرآگین خود
خوش میسازد. این همه خوبی و نوسازی و بازسازی ها برای ما، برای شهروندان ریسپوبلیک صاحب استقلال، برای نسل نورز کمالات استفاده کرده می شود. در مراسم تقدیمات این مؤسسه تا مکتب نیز جانشین حاکم ولایت دلافروز قاسم و حاکم ناحیه فرخ اوسرف و از اهل محله به سخن برآمدند و در سخنرانی خود عاید امروزی درخشان و فراوان، عاید در اساس اعتبار و غمخواری حکومت خود پرزیدنت که نسبت اهل ناحیه کرده می شود استفاده گذاشتند و تاکید نمودند که ناحیه سوخ دائما مورد اعتبار حکومت بود، هست و این بعد نیز خواهد ماند. این کودکستان نیز به عوض قریب 2.5 میلیارد سوم مبلغ پرره ساخته به استفاده سپرده شد و در رفت تدبیر به بیناکاران اصیل اهداهای قیمتناک تقدیم گردید. اکنون در این کودکستان 120 نفر فرزندان اهل حدود تربیت میگیرند و صاحب تعلیم میگردند. از این همه اعتبار و غمخواری تمام اهل محله خرسندند. امروز پرزیدنتمان رحمت تشکرهای زیاد میکنیم برای خلقمان، همه خیلی باغچه‌های زیبا برپا کرده سپارده شد. بچه ها برای این خرسندن. از نام تمام خلق اونبره، از نام تمام خادم های باغچه منتداری میکنه. با این دو مؤسسه نابنیاد چون دیدید و شنیدید قریب 5 میلیارد سوم مبلغ مصرف گردیده و اکنون این کاشانه های نو و زمانوی و بچگان ما با تمام شرایط ها سپرده شد. اکنون ما را هر یکی ما را لازم است که جواباً با این همه اعتبار و غمخواری دوچند و ده چند و صد چند مهنت کنیم و پیش از همه نسل سالم و برکمال را تعلیم دهیم و در راه تعلیم آنها جانبازی های خود را نشان دهیم. اگر لازم باشد جان فدایی نیز کنیم و آنها را در روحیه تمام ارزش‌های مقدس انسانی تربیت نماییم و بگذار آنها از این همه اعتبار ما رو توان گرفته وطنی آیندهش بزرگ و آزاد و آباد فراوان را بنیاد نمایند. واقعا سالهای آخر در ناحیه ما کارهای آبادسازی خیلی اوج گرفتن و خصوصا بعد تشریف حاکم ولایت بر ناحیه در همه محله های ناحیه سوخ کارهای آبادانی به وجود آمده ایستادند و دیروز به ناحیه حاکم ولایت تشریف آورد و از کارهای آبادسازی ناحیه دیدن کرد. بینندگان از چون دیده ایستادید و گواهی آن می‌گردید، امروز میدان ناحیه، محله‌های ناحیه، حدودهای ناحیه با میدان بزرگی کار، با میدان بزرگی مهنت تبدیل یافته و در همه حدود مردم کار و مهنت میکنند تا مکان و مسکن و منزل استقامتی خود را آباد کنند، زیرا که آبادی رمز فراوانی، آبادی رمز پیشروی مملکت به حساب می‌رود. و چون حالا دیده ایستادید ما از محله قلعه سرکرده تا به محله ملگونام رسیدیم و در همه جا خلق را مشغول مهنت کار بینیم و همه در قطار کارمندان کارگاه‌های مختلف ناحیه کار میکنند، مهنت میکنند و با آبادی مکان و منزل استقامت خود کمر همت را محکم بستند و پیش از همه و بیش از همه امروز کارمندان اداره برق کار میکنند، چون که امروز سیمچوب‌های دو طرف کوچه که کهنه بودن گرفته شده با جای آنها سیمچوب‌های نو وصل کرده می شود و جای‌های سیمی کهنه را کابل‌های زمانوی گرفته ایستادند. و البته این کار برای منفعت ما، برای منفعت خلق ازبکستان، برای منفعت خلق سوخ کرده می شود، زیرا که در ما منفعت انسان از همه چیز بالا است. ما برای همه آبادی سوخ همه محله ها درآمدساز آباد قشلاق‌ها ساز منک قلعه ساز مولگان آبشیر راوان بغرزین ما با این پلان مدرنیزاسیون و ریکانستروکسیون کار کردیم. ما خواهش 4 میلیارد سوم پول جدا میشد برای این. اصلا حاضر ما یک 800 میلیون سوم کار کردم مونده موزار اونا دیسودیت همون قلعه سر کردم من تا حاضر تا چشمه همه های سیمچوب هایی که 1968 سال ساخته بود همش حاضر گرفته پرتافته جوش پس سیمچوب های نو هم زمانوی کابل های سیب کشیده شده. این یکسی نقضش همین که من شمال شدم الکترمون امردگی میشد. این کارات که زمین کنه میگوید قسقه توشتشو ها نمیشد. تو کمو هر یک خونه و نورمال حالتانه 220 میرد. حاضر پیش مثلا یک تا خونه و تو آخرهای محله 190 180 ولت میرفته که باشه حاضر 220 ولت میرفته که میشد. همه اسباب خون زمانوی کار برامساز همه ناس کار میکند. ما اکن بیغرضی من چشمه محلش نگرفت شدیم. من حاضر سر بزرگچه قوه نصفش کردم و هم تمام میکنم.
نمونه خونه ها سوز من لیمبران سوز من تیلان کار سوزیم و هم دین ترانسفورماتور آوردم یک تا ترانسفورماتور 76 میلیون است مثلا اونجا دو تا ترانسفورماتور آوردم اونجا سیمچو هویم کابل های ناب کردیم تمام نمیشد خدا خلاصه هم تا 2000 من بستدیم تا 2021 سال از رژیم کردگی همه محله ها میشدین یک است سکن کسی شده میراد یکی اورا همه شده نمیراد خودی سودیتون من او چخل با قین با از او قین گرفتم اساس این هویا من او ورد راه نچخل وایسوس خدا خواهد همین رایونمو جامعش مثلا من 165 کیلومتر دیگه مونده باشد همش تمام میکنم ما لینه های همش نام میشد محله های ناب با ترانسفورماتور بسیار میشد امسال من 15 تونه ترانسفورماتور میشونم واسه اینجا واسه من 4 دانش آوردم موجه من دو تا واسه من او بشیر به یک تا آوردم من روم به یک تا آوردم من واسه لیمبر به یک تا آوردم یک تا آوردم باز سکن آوردم همش تمام میکنم همه ما با دیکور 8 ساعته معمولی یعنی از کارگاه به هنگام راه سوی خانه گرفتن آید یک چیز فکر میکنیم استراحتی با فراغت گرفتن استراحتی خوب همدم مهنت میگویند که حق است و راست ولی امروز آنهایی که در کار آبادسازی ناحیه در کار آبادکنی حدودهای ناحیه از صدق دل مهنت میکنند هرگز مانده شوی را حس نمیکنند چون که این همه کارها به منفعت ما منفعت اهل ناحیه زیبا منظر کرده بشود تا چند روز است که در ناحیه کار جوش میزند مهنت به یک مرام معتدل خود در آمده است خیلی چند روز است که در حدود جماعه شهروندان محله های چشمه، زنگت، چماقچه، مولگان و آبشیر و قلعه مردم ناحیه به کارهای آبادکنی بندند. با توصیه و تشبث حاکم ولایت فرغانه پریروز به ناحیه کارگران و کارمندان اداره‌های گوناگون تشریف آوردند و امروز طریق حشر آنها نیز در کار آبادی سوخت حصه‌گذاری میکنند. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani elektr ta'minot korxonasi xodimlari shu So'x tumaniga obod qishloq dasturi asosida o'z hissamizni qo'shgani tashrif buyurdik. Rahbariyatimiz tomonidan Xudoga shukr, shularga kattagan rahmat. Hamma sharoitlar qilib berishdi. 3 mahal oziq-ovqatimizni, yotoq joylarimizni qilib berishdi. Shu vatanimizni chiroyiga chiroy qo'shib o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Men hamkasblar hammamiz birgalikda. Xuddi shunday. Vatanimiz obod bo'lsa, biz ham xursandmiz. Mana ko'rgan bo'lsalar, mana yuribsizlar. Mana qanday chiroyli, mana xonadonlar ko'rsa ko'rgudek. Shunga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Xalqqa qanaqa qabul qilasiz? Bizni xalqimiz juda yaxshi qabul qilishdi. Hammasi qanaqa ta'sir qildi paydo bo'ldi sizga? Men bu yerda xalqini bunday ochiq ko'ngil deb o'ylamagandim, to'g'risi. Ilgari tashrif buyurmaganligim uchun. Eshitgansiz? Eshitganman, lekin mana o'z ko'zim bilan ko'rdim. Eshitgandan ham xalqi rostdan ham beg'ubor insonlar ekan. Xursandmiz xalqidan. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yapan shahridan Musayev Ulug'bek bo'laman. Biz mana shu obod qishloq dasturi bo'yicha shu So'x tumaniga keldik. Nihoyatda bir chiroyli joylar ekan. Xalqiga ham gap yo'q. Mehmon do'st ekan nihoyatda. Biz hozir mana shu ish jarayonida hokim buva bilan ham tanishdik. Hokim buva ham so'radi bizdan kamchiliklar bormi deganda, hech qanday bir kamchiliklar ham bo'lgani yo'q-da. Juda ham xursandmiz ishga kelganimizga. O'zbekistonning har bir go'shasi biz uchun vatan demoqchisiz. Albatta. Biz O'zbekiston har bir go'shasi biz uchun, har bir qadamimiz ham biz uchun vatan muqaddas. Juda ham xursandmiz so'g'di. Vatan obodligi bizning burchimiz, birinchi o'rinda. Juda ham xursandmiz so'g'dga kelganimizdan. روز یکشنبه نیز ما در رفت کارهای آبادانی اشتراک کردیم و این معنای آن را دارد که سرعت کارهای آبادی در ناحیه هرگز قطع نگشته است و یا سست نشده است. یعنی نوابسته از کدام روز و یا قسمت شبانه روز نباشد در ما این سرعت سست نشده است و کار هم به یک مجرای معتدل خود درآمده است. گفتن ممکن است که در ناحیه ما دایره کارهای آبادانی خیلی دامن فراخ کردند. ما دیسودا امروز در تمام گوشه کنار ریسپبلیک ما آباد محله گذرانشیم ما در قطار هوایی در سوخ مویم آبادگری بی‌نهایت با درجه بلند تبریز سو است. ما یک دهه گپی گفته که محله رئیسش کتی اداس ما مساگ ما دیسیتون و برای آباد کردن قشلاق ما چیزی وای ما دیسیتون ارزون چیز کتی ما همین چیز جوش اوردو بعضی بسیار این آبادگری همین منزل زیستی خود را اورود اساس. البته ما این آبادگری دیگه شب برآمده کوچه دیده خود موناد شهر. ما دیگه ریسپبلیک قرقیزستان گذشته دیده حواس کردیم. ما حرکت میکنیم این بلند کرده بازم این خشروخ را زیبا کرده
محله ما اوون میکنیم. جماعت شهروندان محله چشمک که درآمدگاه ناحیه ما به حساب می رود امروز بسا در سیما زیبا شده است. با دو طرف راه که پایه بتنها راست کرده شده بودند دیوارهای مخصوص یورزبار علاقه آورده وصل شد و چون میبینید این دیواره قطار قطار به کانون راه این محله حسین نبو سیمای نو عطا میکند. باز یک چیزی اساسی آن روز دقت ما را به خود جلب ساخت. ماشین مخصوص راهسازی به میانه راه خط مخصوص کشیده حرکت نمود که در دوام قریب نیم ساعت این خط مخصوص نشانه راه از مرکز ناحیه سرکرده تا محله چشمن رفته رسید. این کار تکنیک را دیده تمام اهل این حدود و مهمانان به ناحیه آمده هوس کردند و در دوام صحبت قید نمودند که اگر کار این طور رفتن گیرد سیمای ناحیه سوخ بسیار زیباتر و قشنگتر خواهد گشت. نگفته نماند امروز حشرچیان به ناحیه آمده آید شرایط‌های برایشان فراهم آورده نیز فکرهای خود را بیان کردند. biz mana Farg'ona viloyatidan elektr tarmoqlaridan yetib keldik bu So'x rayoniga. O'zimizda ishlarimiz bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Qanday ishlar amalga oshirilyapti sizlar tomonidan? Endi biz tomondan asosan bu katta yo'lni bo'yini obodonlashtirilyapti-da endi. Elektr bilan bog'liq muammolar bor. Elektr bilan birga bo'lgan muammolarni bartaraf qilinyapti. So'qqa kelib, tumanga kelib xizmat qilyapmiz. Nima kamchiliklar bo'lsa bartaraf qilyapmiz. Viloyatimizda, respublikamizda qayerda shunaqa xizmatlar bo'lsa biz tayyormiz. Prezident komandasi, Prezident komandasiga ming qadar shukr, prezidentimizga rahmat. Mana shu So'x tumanida bo'layotgan, mana shu elektr tarmoqlari bo'layotgan ishlar bo'yicha hamma ishlar o'z maromida ketyapti. Aholi mehmondo'st, tog'li hudud, chiroyli dam olib, hammamizga shart-sharoitlar chiroyli yaratilgan. Biz mamnunmiz. Shunday sharoit yaratilganidan hammamiz xursandmiz. بینندگان عزیز با سابقه آنکه امروز در ناحیه‌مان تدبیرهای گوناگون و بسیار رایگردنده منور برداری کردیم دوام برنامه آبادی را از طریق بخش اخبار به شما پگاه در برنامه آینده نمایش می‌دهیم. این بود بخش اخبار تلویزیون سوخ که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین روز که در میقیاس ناحیه روی داده شناس گشتید. در همین جا به بخش اخبار حسن انجام میبخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ بمانید.